اگر این ویدیو رو داری میبینی شاید تو هم دنبال یک تغییری. بذار بهت بگم 5 تا عادت کوچکی که واقعا زندگیمو عوض کردن. 5 عادتی که زندگیمو عوض کردن. 1. بیدار شدن ساعت 5 صبح. واقعا نمیدونی 5 صبح چه حس خفنی داره. مخصوصا وقتی همه خوابن. یه سکوت خاص داره. حس میکنی دنیا رو استارت کردی. من این ساعت فقط واسه خودم، واسه فکر کردن، واسه نوشتن یا حتی فقط یه نفس عمیق میخوام. از وقتی 5 صبح بیدار میشم انگار بیشتر کنترل زندگیم دست خودمه. 2. کتاب خوندن، حتی روزی چند صفحه. قبلا اصلا کتاب نمیخوندم ولی کم کم فهمیدم چقدر ذهنمو باز میکنه. یه کتاب خوب باعث میشه یه عالمه چیز بفهمی بدون اینکه تجربهش کرده باشی. من با کتابا خودمو بهتر شناختم، کلی انگیزه گرفتم. الان هر روز یکم میخونم حتی اگر فقط 5 صفحه باشه. 3. یه کوچولو ورزش هر روز. راستشو بخوای منم اولاش حال نداشتم ولی از وقتی که شروع کردم حتی با 10 دقیقه حس خیلی خوبی گرفتم. هم بدنم انرژی داره هم ذهنم آرومتر است. وقتی ورزش برام یه جور احترام به خودمه، یه جور مراقبت از خودم. 4. عمل کردن حتی اگر کامل نیست. من خیلی وقتا برنامه میریختم، رویا میساختم ولی هیچ اتفاق نمیافتاد تا اینکه فهمیدم باید فقط شروع کنم، حتی با یه قدم کوچیک. حالا میگم بهتره کاری و نصفه انجام بدم تا اینکه اصلا شروع نکنم. تغییر از عمل کردن میاد، نه فکر کردن زیاد. 5. مهمترین و آسونترین چیزی که زندگیمو عوض کرد، شکرگزاری کردن. شاید ساده به نظر بیاد ولی خیلی تاثیر داشت. هر روز حتی اگر حال خوب نداشتم یه لحظه به چیزایی که دارم فکر میکردم. یه لیوان چای گرم، یه دوست خوب، یک روز آرام. همین چیزای کوچیک باعث میشن احساس نکنی چیزی تو زندگیت کمه. اگر نمیدونی چطور 5 صبح بیدار بشی، چطور شکرگزاری کنی یا چه کتاب‌هایی باید بخونی، حتما این زیر برام کامنت کن. من به همه سوالاتتون جواب میدم. خب فعلا وقت خوش تا ویدیوی بعدی. خدافظ.